در این سفر یک برنامه دیگه داشتم به نام شام دوستی. شام دوستی عیناً همون برنامه‌ای که در تاجیکستان وقتی که میرزیویف اومد بود، یعنی که رقص و بازی و دیگر و دیگر. چیکار کرد رحمانوف در اینجا؟ در اینجا یک دو نقطه است. اولین نقطه، رحمانوف و کماندش خچون دیگه کنترل کردن نمیتونن، میبروین رقص میکنن. خودش که شاید کم شرم کنه، با قرصک زنی مشغول میشه و از او زیاد کار کردن نمیتونه، لیکن یه اشاره میکنه که خیلی رقص کنی. حکومت دارو، وزیر، معاون وزیر، رئیس کمیته، مردکا، بنام مردکا میبروین رقص میکنن. بیاید با هم اشاره رحمانوف میبینیم و رقصی زیر دستاشه و ببینید کیها رقص میکنن. اینا رو شناختی برادر عزیز؟ یعنی یکمش سابق وزیری معارف به نام اکادمیک و اونو کسی که در پس این هست اوشم یک نامزد علم دیسرنت اسدالله رحمانوف، بازیرم رئیسی کمیته تلویزیون و رادیو با فکرم. انا این کسی که در اینجا میبینید عظیم ابراهیم، معاونی سروزیر، اونو بالاتر ده مشرب رحمانوف، اونم در رقص است، درومگی است. بعد از این اشاره رحمانوف یک اشاره خطی میبروین رقص میکنن و چنان رقص میکنن که پیشوا مبادا خفه نشوه. باور کنید در نزد ازبکستان و هیئت ازبکستان و خودی پرزیدنت میرزیویف باور کنید به همین یقین رسیدن که این حکومت، این هیئت، عموما حکومت تاجیکستان همین عبارت از رقاصه ها دستن، از همون وزبین هم اگر که باشه از همون میجموندگی ها بدستن. یک موزیکاشونو یک لطر بندن در میانشونو در میدان سر شبتی. همین چهره پرزیدنت میرزیویف از چهرهش الکی معلوم بود، از چهرهش الکی معلوم بود که حیرت زده بود یا اینکه شکفته بود. خلاصت حیران موند. موجا یگون پرزیدنت پیشواز گرفته ایستادیم هیئتش قطعی یا اینکه یگون رقاصا را او کسایی که در اوجا بیت خوندیسن او کیان؟ رقاصا کیان؟ جوش پریپو چی رگه جا اهمیت داده باشه همه همین رقاصا فامیلیاشون رحمانوفن. عبدالجبار رحمانوف، اسدالله رحمانوف، امام علی رحمانوف. نمیدونم این تصادفه یا اینکه همین رحمانوف ها همشون میترن رقاصه. اصلا رقص مردک در فرهنگ ما هست. آیا ما فقط در هندیو میدیدیم مردک رقص کردن؟ آخه رقص اصلا برای زنکه. به سبب اینکه رحمانوف همین چیز آورده است، اینه همه زنک میجاز شدگی هستند. ها بچه جسارت، صفتهای مردی، شجاعت، از این چیزا گپ نمیزنی.
کجا شده مردکای تاجیکستان روز همه از وزیر تا پایان از بالا تا همه به من اکتیورای بالیوود شدگیان. ولی یک تا دیگر رئیسی مطبوعات داره، رئیس مطبوعات پرزیدنت در همین زل نشسته یک پلنشت در دستش سیونکا کرده ایستاده است. ایست سیونکا کرده است، اوست سیونکا کرده است. از اون بخبر که اینمین جلسه اینمین شام دوستی همش از اول تا به آخر کامرای پروفسیونال نقاطی فول اچ دی سب مستقیما رفته ایستادن در پخش زنده. آخی ای او احمقی دا بشین دا یک کلمه را یک جمله را بنویست مسئولی مطبوعات اوشم با گفته خود یک اکادمیکی دیگه. باور کنی همین دیسرنت روست میگه، دیسرنت دروغ نگفته است. این میگه درگیردش 4 گوسپند خودش یک برزگو یک اون چیز دیگه